کمیته تفتیشاتی روسیه از افتتاح پرونده جنایی علیه زن 38 ساله تاجیک خبر داد که صبح 7 فوریه در شهر مسکو کودک نوزادش را به پرتابگاه پرتافته است. طبق اطلاع نهاد فعلا مادر متهم در بازداشت بوده. تفتیش پرونده علیه او برای سوء قصد به جان کودک نوزادش ادامه دارد. به اطلاع رسانه‌های روسی، نوزادی سلافان پیچ را یک فراشی مهاجر صبح 7 فوریه در خیابان حوزه‌های بوریسوی شهر مسکو در نزد پرتابگاه پیدا کرده با دعوت خدمات ضروری جان او را نجات داده است. من برای جمع کردن پرتاب‌ها به اینجا آمدم. از داخل قوطی پرتاب به گوشم صدای کودک رسید. آمده قوطی پرتاب را دیدم. از بین پرتاب‌ها یک طفل را یافتم. به سلفان پیچانیده شده بود. یک کم آغشته خون بود. شریکانم را صدا کردم. آنها آمدند. ما با هم کودک را از افلاسی‌ها تازه کرده به یک لطه پیچانیدیم و هم از بالای آن با لباس گرم خودم من او را پیچانیدم تا از خنک هلاک نشود. بعد این یکی از دوستانم به یاری تعجیلی طبی زنگ زد. من خیره شدم که جان یک طفل را نجات دادم. به اطلاع منبع مادر کودک زنی مهاجری تاجیک می باشد که همراه یک مرد تاجیک در کوچه مذکور همزیستی می کرده است. کمیته تفتیشاتی می گوید فعلا بازپرسی برای آشکار کردن جزئیات این قضیه ادامه دارد. این حادثه که امروز از طریق رسانه‌های روسی انتشار شد که در آن گویا که یک زن تاجیک کودک نوتولد خود را پرتافته است و پرتابگاه، متاسفانه تا به حال اسم اون کس معین نشده است و از کجا است و اصلا این برای ما هم آنقدر در کار هم نیست. اصل اون است که زن مسلمان نوابسته از آن که تاجیک است یا که کرغیز یا که ازبک یا قزاق، این برای ملت مسلمان یک عیب است و گفتنی هستم که همه این کارهایی که چنین رخ میدهند از طرف زنهای مهاجر پیش از همه ما مردم گناهکار هستیم که چی در وطن چی در بیرون از آن به آنها به احترامی میکنیم و قسم زیاد شهروندان از آنها استفاده برده آنها را فریب میدهند و آنها به خاطری که شرمنده نشوند در نزد مردم خویش تبار به چنین کارها دست میزنند. ولی باید گفت که ما پیشتر هم پیشنهاد کرده بودیم که شاید به بسیاری ها هم معقول نشد. ما یک پیشنهاد کرده بودیم به حکومت تاجیکستان که زنهای تا سن 30-35 ساله را به شوهرشان به روسیه راه ندهند و از خود روسیه هم احترامانه خواهش کرده بودیم که زنهایی که سنشان به 30 نرسیده 35 به شوهر به عقد نکاح به روسیه راه داده نشود، چون که بسیاری ها به اینجا آمده وقتی که کار رو میبینن که در اینجا چون یک عذابی هم هست یا که فریبی از طرف کارفرمایان و این چنین شخصان نامعلوم یا که گویا شهروندان خود آنها رو هم فریب میدهند و به خاطر یک جای کار به آنها میگویند که ما به شما جای کار تامین میکنیم، یک شرط که شما با ما زندگی میکنید. برای همین میخواستم این رو پیشنهاد کردیم ولی متاسفانه یگان جوابی نشد. شاید شخصان پیدا شد که مرا بگویند که من زنها رو پس میزنم یا که با این کار غیر انسانی است، ولی این همه به خاطر پس نزدن ملت و به خاطر راه گرفتن پیش چنین کارها رو ما چنین با چنین اقدام در وقتش دست زده بودیم، ولی متاسفانه چنین کارها زیاد رخ میدهند و خیلی که می‌بینیم سالی گذشته حدود 80 نفر در خود روسیه از زنهای تاجیک از کودکان خود وای کردن ما کودکان خود رو نمیگیریم. چون این حالت ها حتی در حدود ولایت مسکو چون 42 نفر به قید گرفته شده از شهروندان تاجیکستان که آنها کودکای خود رو در این کودکخانه ها در شفاخانه ها مانده رفتند و چند نفر آنها از طریق سفارت به وطن برگردانده شدند و در تاجیکستان هم از طرف مردم به فرزندی خوانده شدند.